حضرت مولوی قصه میکند آن کری را گفت افزون مایه که تو را رنجور شد همسایه. یک کر بدست. یک روز یک آدم میگه که نمیره همسایت خبر بگیری، همسایت کسل شده است، عیادت بیمار واجبه و تو باید برای احوال همسایت با خبر شوی. همسایه در ذمه ده حق داره، هم حق برادری اسلامی و هم حق همسایگی. گفت با خود کر که با گوش گران من ندریابم ز گفتی آن جوان. خاصه رنجور و ضعیف آواز شد، لیک باید رفت آنجا نیست بود. کر به خود اندیشه کرد، آخه گفت این همسایم ایم اول استگب بود، گپش حیله بفهمیدم، آلی که بیمار شده استی گپش نفهمم چکار کنم، نه که ایلاج نیست، یخی به عیادت رفتن در کار. بعد کری بیچاره نقشه میکشه، پلان میکشه، مثل پلانای بربراس ای بعضی جوانای ما، ای بچه زن نمیگیری حالی فلان کار میکنم فلان کار میکنم، ای خدا جون تماس کنه، تا او کارا را میکنی که مسافد میشه دیگه زن چیکار میکنی، در سر دیلت میزنی. کر نقشه میکشه، چون ببینم کان لبش جنبان شود من قیاس گیرم اون رو از خیرت. گفت پیشش در اومدم که سلامش دادم، دیدم که لباش می جنبه، میفهمم که انشالله میفهمید است، عقلش در جوش بده است. چون بپرسم چونی ای محنت کشم، او بخواهد گفت نیکم یا خوشم. بعد میپرسمش که احوال چه خیلی؟ همه آدم ها عادتا میگن خوبیم الحمدلله بهتر شدگیم. من بگویم شکر چی خوردی ابا، او بگوید شربت یا ماشبا. میگم شکرانه خدا که احوالات خوبتر شده است. چی خوردی؟ طعام چی خورده بودی؟ یگان طعام نامه گرفتگیست آخی. من بگویم صحه نوشد باد آن، از طبیبان پیشی تو گوید فلان. میگم آشی تنت شود، کدام طبیب میوه پیشت خبر گیری؟ نام یگان طبیب البته میگرفتگیست. من بگویم بس مبارک پاست او، چونکه او آید شود کارت نکو. انشالله میگم او که بیاید او بسیار پای قدمی سبک داره، او که اومد مسئلت حل جانت خلاص میشود، شفا میابی. این جوابات قیاسی راست کرد، عکسی آن واقع شده آزاد مرد. بیچاره نقشه کشید، چلوک پرید پلگید بخرس پلگید. کردر آمد پیش رنجور و نشست، بر سر او خش همه مالی دست. گفت چونی؟ گفت مردم. گفت شکر. گشت از این رنجور پر آزار نکر، که این چی شکر است این عدوی ما بوده است. کر قیاس کرده آن کج آمده است. بیچاره این بیمار گفت خونه سوخته دشمنی ما ای چی؟ این بیمارم این بیمارای استاندارد نی نبوده است آخی. میپرسش چی حال داری؟ میگم مردم. بیچاره کر گپی اون نفهمه، با هم نقشه خودش گفت شکری خدا. بعد از آن گفتش چی خوردی؟ گفت زهر. گفت نوشد باد افزون گشت خر. بعد از آن گفت از طبیبان کیست او، کو همه آید به چاره پیشی تو. گفت جورا کدام طبیب تر خبر گیری میآید و طبابتت میکنه. این دیگه از رنگی هم کر بیزار شده است، تیز خلاص شد. گفت عزراییل می آید بیرو. گفت پایش بس مبارک شاد شد، این زمان از نزد او آیم برد. گفتم او را تا که باشد غم خورد. گفت نباشه پروا نکن، حاضر ای پیشش اومده استم. گفتم غمی امیر بخواه در قیسش باش، انشالله مسئلت حل بی پروا باش. کر بگفت اینو برون شد شادمان، شکر که کردم